سلام دوستان، حالتون چطوره؟ من برگشتم بعد از 7 ماه یا 6 ماه، نمیدونم دقیق. اومدیم پک پرتغال رو بزنیم امروز. امیدوارم که واقعا دیگه از این اتفاقا داخل کشورمون رخ نده. خب قبل از هر چیزی لایک، ساب، کامنت، زنگوله اینا رو خودتون دیگه همه میدونین که باید انجام بدید. بریم سراغ پک. آقا به به، آقا رونالدو داره همینجا میدرخشه. از همینجا بریم آمار بازیکن‌ها و آمار مربی رو با هم دیگه ببینیم. اول اصلا میگه کریستیانو رونالدو عشق منم که نه، ولی خب آره بریم چکش بکنیم که میدرخشه واقعا داخل این پک. از حقم نگذریم، اسکیلای تقریبا قابل قبولی رو داره، آمار نسبتاً قابل قبولی و اینکه بازیکنیه که میشه روش حساب کرد. اما روی بقیه بازیکناش ترجیحاً پیشنهاد من اینه که زیاد حساب نکنید، فقط رونالدو و ویتینیاشن که تو این پک به درد میخورن، به اضافه نونو مندز و مارتینز رو میبینید با هم دیگه اینجا با کویک کانتر 90. به به. آره خلاصه ویتینیا هم که بریم آمارشو ببینیم، اسکیلای خوب، آمار قابل قبول و اینکه بریم با هم دیگه ببینیم چی به چیه. این هم از اسکیلاش که گفتم قابل قبوله. ویتینیای عزیز، میتونین روی ویتینیا، رونالدو و مندزش حساب کنید، واقعا بازیکنهای خوبی هن. و بریم آقا خود پکو بزنیم. 3 2 1 کنسل، 2 کنسل، 3 کنسل، 4 کنسل و میزنیم این سری. بریم ببینیم. به 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 به، آقا رونالدو رو نگاه کن. به به، فقط با لگد کوبون تو صورت خودش. مرسی واقعا. خب بریم حالا ببینیم با هم دیگه چی میشی. آره دایی دوستان، قبل از هر چیزی من یادم رفت براتون یه تصویر رو بذارم که همینجا براتون میذارم، روش ارتقای بازیکنهای پرتغال همین پکه. چی میشه ترکیبمون؟ وارد مای تیم، گیم پلن، اینجا 3 2 1 و بله این میشه از تیم پرتغال، تیم ملی پرتغال اینجا جمع کردیم جلومون. فقط حیف اینه که دیگو کوستا دروازه‌بانش نیست و این یه ذره رو مخه، چون دروازه‌بانی فرق داره. حالا بریم لینکاپو چک کنیم. آقا مندز و پدرو نتویی که واقعا ببین اگر تیمت ساده باشه میشه روش حساب کرد. و اینکه این بود از این ویدیو. و بله داداشم رونالدو اون بالا اصلا داره به به، اصلا عشق مایی. اینم از مربی کویک کانتر 90 و این بود از این ویدیو دوستان. این ویدیو رو لایک کنید، اگر میشه برای دوستانتون ارسال کنید و اینکه دوستتون دارم، عشق منین، عاشقتونم. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.